سلام به همگی، به پیشکست خوش اومدید. هفته 24 لالیگا، بارسلونا گرانادا. خب داداش، وضعیت دو تا تیم چطوریه تو لالیگا؟ بارسا که حاجی خودت میدونی بچه ها این فصل خیلی قوی دارن کار میکنن. 23 تا بازی 50 امتیاز سومن. بعد او همین الان هم که داریم حرف میزنیم حاجی اتفاقا رئال خیرونا دارن بازی میکنن و رئال جلوه. که چقدر چند دقیقه از شروع شده مگه؟ من همین الان دارم نگاه میکنم نتیجه رو فهمیدم. بذار ببینم دقیقه چنده. دقیقه 9 رئال تازه گل زد. شت اینو پس دارم بهت میبازم. آره وینیسیوس دقیقه 6 گل زد. حالا ببینیم بچه ها چی کار میکنن، انشالله که امتیاز ندم بره. خب اون که از اون. حالا بارسا اختلافش با خیرونا رو بسته به این بازیش میبینیم چی میشه، ولی بارسا حداقل 6 امتیاز اختلاف داره با خیرونا، با رئال هم حداقل 8 امتیاز، ممکنه بیشتر بشه. گرانادا هم که 19 جدول 23 تا بازی 12 امتیاز. اوضاع جفتیم نسبت به خودشون جالب نیست دیگه. مثلا خودشون جالب نیست، ولی حالا یه پوینت مثبتی که توی بارسا هستش اینه که وقتی که ژاوی حاجی اعلام کرد که میخواد بره یکم وضعیت تیم بهتر شد، یعنی رو به پیشرفت تیم الان میتونم بگم. ببین تو فکر میکنی باید بره یا نباید بره؟ من به نظرم نباید بره حاجی. به نظر من هر مربی دیگه هم بیاد تا بهش وقت ندن هیچ اتفاقی نمیفته. حالا درسته ژاوی 3 ساله تو تیمه، ولی نقطه ورودش به تیم رو نگاه کن، نقطه فعلی تیم هم نگاه کن. اصلا دو تا تیم متفاوته. وقتی اومده بود بارسا یه تیم شکسته بود، الان خیلی وضعیت بهتره. ببین اومده بود بارسا که بارسا پاره پوره بود، خب الان همچی حال خوبی نداره. به نظر من اشتباه وقتی بودش که اون تایم ژاوی از اون تیم اومد بارسا، و اشتباه تر از اون اینه که دیگه الان که بهاشو پرداخت کردیم از بارسا بره، میدونی؟ همون به نظرم که اوکی الان 3 سال مونده، پروژه و حالا ویژنی که تو سرشه رو 3 سالش رو عملی کرده. بعد این پروژه هم پروژه نیست که حالا به 3-4 سال قرار باشه تموم شه. الان آرتتاش فاکین 5-6 سال آرسنال تازه بعد 5 سال 6 سال تیم آره. یکم بهتر شده، میتونه با تیمای بالا جدولی پریمیر لیگ حالا تازه رقابت کنه. حالا بارسا که وضعیتش از آرسنال خیلی بدتر و فکر کنم مسی رفته بود، این همه بدهی دارن، سوارز نبود، چه اونم خط هافبک انقدر به فنا بود. ما دفاع راست نداشتیم. آخرین دفاع راستی که داشتیم زمان دنیال وز بود، دنیال وز رفت و دوباره بهترین دفاع راستی که داشتیم دنیال وز فاکین 40 ساله اومده بود. آره اونی که برگشت. دقیقا هنوزم درست، ببین درست مهره اینا نداریم، یعنی قشنگ هر کی میره جاش خالی میشه. همینه دیگه. کانسله اومد خوبم داشت بازی میکرد، زد مصدوم شد، دوباره کونده دفاع راست، آراخو دفاع راست، همه چی رو ببین هوا. حاجی، دقیقا حالا مثلا بوسکتس رفته، گندو گرفتیم، نمیدونم رومرو رو گرفتیم، جاش پر نشده بوسکتس. میدونی گندو خیلی اصلا خوبه توی نمیدونم موقعیت سازی اینا خیلی خوبه، ولی ستون هافک رو ما از دست دادیم کامل و هیچی جاش نیست. آره نه اصلا گندو بازیکن خفنی تو اونش اصلا هیچ شکی نیستش، ولی بازیکن متفاوتیه نسبت به بوسکتس. انگار مثلا داریم چه میدونم مثلا سوارز رو با مسی مقایسه کنیم، یکیشون مهاجم استرایکره یکیشون وینگره، مقایسه کردنشون اصلا هیچ فایده ای نداره، رولای مختلفی رو دارن. اینجا هم همینه، بوسکتس جای دقیقا. خالیش هنوز حس میشه. حالا این بازی باید ببینیم جلو گرانادا چه اتفاقی قرار میفته، چون رومئو هم فکر کنم نداریمش این بازی. نداریم. آره اتفاقی که داشت تیمای حالا تاپ هر لیگی انتظاری که میره وقتی بازیکن از دست میدن اینه که اون پرشه، و بارسا تو این زمان انقدر هر کی رفت پر نشد. مثلا تو از همون زمان رفتن نیمار اگه نگاه کنی، نیمار رفت جاش پر نشد، ولی مسی و سوارز کارو در آوردن. آره میدونی هر کی رفت جاش پر نشد، بقیه کاراشونو کردن.
خیلی کم جای مهرا پر میشه دیگه. اینه که بارسا اینو وضع افتاده. حالا مثلا لوا رو گرفتیم و این حال لوا خوب نیست، یعنی لوایی که ما گرفتیم لوا نیست، یعنی در بهترین حالت کیه؟ مطهریه، میدونی؟ آره آجی این هم هست اصلا قبل نیمار هم آجی چه میدونم زمان ژاوی اینیستا اینا برای ژاوی اینیستا ما جانشینی نگرفتیم اصلا. دقیقاً تییاگو رو داشتیم، تییاگو رو رفتیم فروختیم هیچ، بعد بهش رفتیم کیو گرفتیم؟ رفتیم راکیتیچ رو گرفتیم. حالا راکیتیچ چند فصل خوب بود ولی اصلا تو لول ژاوی و اینیستا نبود. نه. حالا از طرفی هم 4 تا بازی آخری که با گرانادا داشته بارسا رو 4 تاش هم نبرده، یعنی تنها چیزی که این داستان رو به چالش میکشه اینه، وگرنه رو کاغذ همه جای بارسا باید بزنه دیگه. خب حالا یکم راجع به ترکیب و تاکتیک شما هم صحبت کنیم. تو این بازی به نظرت بارسا چه شکلی بازی میکنه و ترکیبو چطوری میشینه؟ حاجی 4-3-3 رو که فکر کنم بارسا دوباره بازی میکنه. حالا بعضی موقع پیش اومده این فصل بارسا 4-2-3-1 بازی کرده ولی جلو تیمای دفاعی تر از خودش فکر کنم همون 4-3-3 تصمیم بهتری باشه. حالا حاجی بالده و آلونسو رو که نداریم، مارکوس آلونسو، سرخی روبرتو هم نیستش. این بچه های تو دفاع، حالا تو دفاع به نظرم یا خدا احتمالاً کانسلو و آراوخو و کونده، بعد سمت چپ فکر کنم اون یارو هکتور فورت. ببین کانسلو رو چپ میذاره نمیذاره؟ کانسلو چپ هم اگه کانسلو رو بخواد چپ بذاره اونطوری مثلا چون کونده میشه راست، آراخو وسط، بعد اون یارو پسر کوبارسی بود که اون دفاع وسط آره فکر کنم اونو دفاع وسط بذاره. آره بستگی داره بخواد اون کوبارسی رو بازی بده یا بگو اسمش چیه، هکتور فورت. بابا اینا خیلی نو نیمن، بچه‌ن دیگه آجی. یارو فکر کن 16-17 سالشه داره الان برای بارسا بازی میکنه. ما 16-17 سالمون داشتیم چیکار میکردیم؟ دقیقا. نباید ببین اوضاع تیم نباید این شکلی باشه دیگه. مهره یعنی نیست چی نیست. آره واقعا. آخه ببین بازیکنای تیم اصلی مصدوم میشن، جانشیناشون هم مصدوم میشه، بعد مجبورن برن لاماسیا بیارن. مشکل بیشتر فکر کنم چیزه بچه‌ای که بدنساز و کسایی که مسئول ریکاوری و این داستانا هستن. و کلا نمیدونم یه فرهنگی که توی طرفدارای فوتبال هست الان تو کاری ندارن دو جین مصدوم باشه، نمیدونم لوا بازیشو نکنه فلان، همه انگشتا سمت ژاویه، واسه همینم ژاوی میره دیگه. چطوری این فشار رو میگه خداحافظ. آره من کسخله بشینه اینجا و حالا یه پوینت مثبتی هم که این بازی هست اینه که ترشتگن آماده بازی، حالا اینکه بهش بازی میرسه یا نه جای خود بحث جداییه، ولی ترشتگن چراغ سبز رو گرفته. خب این خودش خبر خوبیه بعد مدت ها. آره پنیا حالا گلر بدی نبود ولی در حد همون گلر دوم به نظرم خوبه. گلر دوه دقیقا، گلر دوه در بهترین حالت. خب هافبک فکر میکنم همون عین بازی قبلی باشه، یعنی دیانگ و گوندو، بعد هافبک دفاعیمون هم کریستینسن باشه، جلومون هم احتمالاً پدری و لواندوفسکی و یامال، ولی فکر کنم رافینیا هم چراغ سبز گرفته اگه اشتباه نکنم، توی تمرینا بود چون این هفته. یعنی شاید بیاد. احتمالا رافینیا روی نیمکت باشه دیگه، بعید میدونم بخواد فیکس بازیش بده چون یه ماهی نبود اصلا مصدوم بود. حالا چطوری به نظرت بازی میکنه؟ بازی قبلیش هم با آلاوز دیدی چطور بود؟ حالا بارسا رو که زیاد دربارش حرف زدیم، درباره تاکتیکا و حالا دیتیلای ماجرا، ولی بازی قبلی ببین مشکلی که بارسا داشت این بود که تو خلق موقعیت خوب بود، تو تموم کردن موقعیتاش بد بود. بعد آخرش همه میگفتن او ژاوی تاکتیکاش مشکل داره، در صورتی که ژاوی داره پارت خودش رو انجام میده. تو خلق موقعیت بازیکن‌ها دارن
خوب عمل میکنن، اون ضربه آخره که مشکل داره. خیلی حرف درستی زدی. یعنی اکسپکتد گل بارسا الان یا خلق موقعیتاش جزء فکر کنم تاپ تیری لالیگاست، ولی فینیشینگ لالیگا که اتفاق هیچی، نمیفته. فکر کنم تو اروپا الان بارسا جزء بیشترین اکسپکتد گلا رو داره. ولی حالا دفاع بارسا مشکل داره، حالا از اون لحاظ شاید بتونی به ژاوی ایرادایی بگیری، بازم اونجا به نظرم بیشتر بازیکنان که مقصرن. مثلا کونده آراخو فصل پیش فرمشون ببین چه شکلی بود و این فصل مقایسه کن. یا مثلا الان نصف فصل ما ترشتگن رو نداشتیم، ترشتگن فصل پیش کلی بازی ها رو برای بارسا در آورده بود. یا حتی بالده. ببین اشکالی که توی دفاع هست، حالا دفاع که میگیم فقط منظورمون خط دفاعی نیست دیگه، از هافبک هست. مشکلی که هست داشت دقیقا یکیش همون نبود بوسکتسه، چون آمار رو که نگاه کنی بیشترین تکلا رو واسه بارسا اون وسط زمین بوسکتس و گاوی زدن. خب جفتشون نیستن. حالا اونجا رو الان گوندو گرفته، گوندو اونطوری نیست، یعنی خیلی وقتا که بارسا توپو از دست میده گوندو رو راحت میذارن میرن، تکلی نمیبینید به اون شکل سمتش که بخواد بازی خراب کنه یا فلان. این یه دلیل اصلی، یعنی بارسا راحت داره این فصل ضد حمله میخوره. توی دفاعشون گپ خیلی هست، یعنی میبینی بین دفاعات و فاصله میبینی. حالا مخصوصا وقتی یکی مثل بالده اون بالاه، یعنی کافیه بارسا توپو از دست بده، اینطوری بهت بگم یه جوری باز دارن بازی میکنن که قطعا ضد حمله رو خوردن. آره کاملا حرفت درسته. حالا میگم حالا این بازی که جلو گرانادا فکر نکنم خیلی به مشکلای اونطوری قرار باشه بخوریم. حالا بازی قبلی هم جلو آلاوز گفتم، حالا به لحاظ مسائل توی زمین بارسا خیلی فرقی نکرد، یعنی اون بازی که قبلا میکرد داشت میکرد، ولی بیشتر به لحاظ روحیه‌ای و انگیزه‌ای بود که یه تفاوتی توی تیم میدیدی. خیلی بهتر داشتن بازی میکردن، موقعیتاشون رو قدرش رو بیشتر میدونستن، حرکتای بدون توپی که بازیکن‌ها میکردن خیلی دقیق تر بود. و خب حالا درست آلاوز بود ولی خب تیم خیلی بهتر بازی کرد. حاجی توی حمله یه دلیل اصلی که ما موقعیت زیاد داریم ولی گل نمیشه اینه که هافبکا دارن خط جلو رو میکشن، جور وینگرها رو میکشن، میدونی؟ یعنی تو ببینی بارسا خوب، یعنی همش تو یک سوم حریف راحت هست، چیزی با فصل قبل راجع به این داستان تفاوتی نکرده و میبینی که تو از راست میره چپ، از چپ میره راست، که حالا این هافبکا از اون هاف اسپیس ها بزنن تو یا نفوذ کنن یا خلاقیتی که پاس خوب کم ندیدیم دیگه. مثلا یکیشو تو همین بازی با آلاوز گوندو فرستاد، لوای چیپ ناز زد استثناءً واسه این فصل. دیانگ برام به پشت محمد جریمه، گوندوان توپو گرفته، پاس خوبی میدازه برای لواندوفسکی، فرصت برای لواندوفسکی، دستش در رفت. آره از دستش در رفت. جور اونا رو دارن اینجا هافبکا میکشن دیگه و خب تو باید فینیشر تو تیمت داشته باشی. حالا هر چقدر اون هافبکا خلاق باشن، هوش بازیشون بالا باشه، تو فینیشر نداشته باشی چیزی نمیشه. آره حرفت کاملا درسته. حالا به نظرم پروفایل بازیکنام تو این داستان تاثیر داره. یعنی حالا ما بین همه وینگرایی که داریم، بین همه کسی که وینگر بازیشون میدیم تو تیم، یه دونه یاماله که واقعا وینگر تخصصی و به خط میچسبه. بقیه همه دوست دارن تو هاف اسپیس بازی کنن یا بیان حتی مرکزتر، چه میدونم رافینیاش گرفته، فران تورسش گرفته، اینا همه دوست دارن مرکزی بازی کنن. دقیقاً و ما وینگر نیاز داریم الان بیشتر. وینگر. آره وینگر چون فول بک هامون هم حالا فقط یه طرف ماجراه که کانسلو میتونه اوورلپ بزنه و حالا دفاع حریف رو کش بده، وگرنه سمت چپ بالده خیلی این فصل حالا جالب عمل نکرده. آره دقیقاً، چون تو فکر کن بارسا همیشه به وینگراش خیلی امید داشته، از اون طرف به آلبا مثلا میومد، میدونی، بالده میومد، الان اونا هم کارشون رو انجام نمیدن. آره حالا بالده رو من باز خیلی نظرم مشکلی نیستش، نباید خیلی جدی بگیره آدم اونو، چون سنی نداره. یعنی
چند سالشه 21 2 سالش بیشتر نی. فصل پیشش هم خوب بازی کرد، ولی خب بازیکن 21 ساله تفاوت چی میگن چیز بیشتری نمیشه توقع داشت. یه فصل خوبه یه فصل بده دیگه. حالا باید برسه یکم سنش بیشتر شه، بشه 25 26 سالش، اون موقع میتونی ازش توقع داشته باشی مرتب هر فصل توی لول خودش بازی کنه. داداش حرفتو من راجع به بالده کاملا قبول دارم، یعنی به خودی خودش قبول دارم تا وقتی که فکر نکنم داره توی بارسا بازی میکنه. تیم بارسا نیاز داره کسی که اصلا 20 30 15 40 به کسی نیاز داره، به مدیریت، ببین تش میرسه به مدیریت، به کسی نیاز داره که اونجا کارشو بکنه. به قول تو بالده واسه سنش داره بازی عالی داره، استعداد فوق‌العاده‌ای نشون میده. خب ولی اون انتظاری که از تیمی مثل بارسا از فولبک این تیم انتظار میره انجام نمیشه. همون دیگه الان خودت هم گفتی، یعنی مشکل بالده نیستش، مشکل جوریه که تیم داره مدیریت میشه. باید یه دفاع چپ با تجربه تر باشه، اون دفاع چپ اول باشه، بعد حالا بالده با این بخواد رقابت کنه، هم سطح خودش بالاتر بره هم سطح اون بالاتر میره. و حالا بعد چندین فصل اون که پیرتر شد، حالا بالده آماده است که بیاد هر بازی بهترین بازی خودش رو انجام بده. دقیقا کاملا باهات موافقم. راجع به بارسا حالا کم و بیش حرف زدیم، ویدیوهای قبلی هم هست لینکشو میذارم، تاکتیک کلیشو بیشتر اونجا صحبت کردیم. گرانادا به نظر چه شکلی قرار بازی کنه و آره مخصوصا جلو بارسا چه شکلی به نظر بازی میکنه؟ ببین گرانادا رو کلا یا 4-2-3-1 بازی میکنه یا 4-1-4-1. خب ترکیباییه که دفاع رو به قول معروف فشرده یا کامپکت میکنه و این کار رو خوب انجام میدن و جلوی بارسا هم انتظاری که میره اینه که همین کار رو انجام بدن. تیمیه که بیشتر حمله هاش به ضد حمله وابسته است و بارسا تیمی که داره خوب این فصل ضد حمله میخوره. یعنی من میبینم که گلی اگه قرار باشه بارسا بخوره که طبق عادت همیشگیش میخوره، روی ضد حمله میبینم این اتفاقو. مثلا بازیکنی مثل اوزونی اون جلو کامل از گپ بین دفاع میتونه استفاده بکنه. ولی حالا خلاصه کلا که حال تیمش خوب نیست دیگه. گفتی چندم جدوله؟ 19 من راجی 19. آره کلا که حالش خوب نی، ولی راجب تاکتیکشون بیشترین چیزایی که هست رو ضد حمله و دفاع فشرده است. خب بریم سراغ پیش بینی آجی. بازی توی زمین گرانادا و بازی اولشون هم جلو بارسا 2-2 کردن، یعنی 23 تا بازی کردن، 12 تا امتیاز گرفتن، یه دونه از امتیازها بارسا بوده. حالا بعضا چه اتفاقی میفته؟ ببین به قول تو این استعفای ژاوی انرژی انگار داده، چون انگار میخوان ازش دفاع بکنن توی این بازی که این دیده میشد. من فکر میکنم بارسا میبره و فکر میکنم گلم میخوره. جفتیم گل میزنم، کسی میخواد بهت بزنه و بارسا میبره. من 3-1 میبینم. تو چی؟ منم آجی به نظرم یه برد پرگل رو قراره ببینیم و فکر کنم بارسا کلینشیت کنه. یعنی حالا احتمالا تو نظرت اینه؟ آره احتمالا ترشتگن هم برمیگرده بازی میکنه. فکر میکنم بارسا کلینشیت کنه. من میگم 3-0 بارسا. می 3-0 ممکنه. ببین من داداش انقدر هر بازی دیدم بارسا گل خورده اصلا یادم نمیاد بارسا گل نخوره، واسه همین خیلی چشم آب نمیخوره، ولی امیدوارم حرفتو تو درست داره. بریم ببینیم چی میشه آقا. خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
شب و روزگار خوش